بسم الله الرحمن الرحیم. دوخت نوار گرم به لبه لباس. نوار گرم رو سمت رو میذاریم. اولش رو یه مقداری تا میزنیم و زیر پایه چرخ میزنیم و شروع به دوخت میکنیم. دقت کنید نوار به سمت شما نباید کشیده بشه. یه مقداری کمی به سمت پایه چرخ هل بدین و شروع به دوخت کنید. پس ببینید به آخر که نزدیک میشین یه مقداری از نوار رو روی نوار قبلی که تازه میاریم به این شکل. پس اندازه 3 تا 4 سانتی متر روی نوار قبلی میاریم و اضافه نوار رو میچینیم. دوخت رو ادامه میدیم و محکم کاری میکنیم. ببینید به این شکل در میاد. به سمت داخل لباس به این شکل تا بشه و کوک زده بشه. اول نوار رو اتو میزنیم دور تا دور دامن یا جایی که نوار رو دوختیم به این شکل اتو بزنید. ببینید جادهش به سمت لباس خوابیده و اتو شده. لبه ها رو به سمت داخل کوک زدم و زانفیکس میچسبونیم. هم میتونید چرخکاری کنید، هم میتونید هر 4 تا 5 سانتی متر به تکه زانفیکس بذارید و بچسبونید.